امروز داخل این ویدیو میخوایم در رابطه با مادها و نحوه ورود و تاریخ ورود اونها به بلوچستان صحبت بکنیم. اما قبل از هر چیز بهتری که اول یه توضیح مختصری در رابطه با قبایل ماد و نحوه شکل‌گیری امپراتوری مادها بدیم تا بعدش به موضوع اصلی ویدیو بپردازیم. در رابطه با مادها باید بگیم که در واقع ماد نامی مربوط به مجموعه قبایلی میشه که در شمال رشته کوههای زاگرس و حوالی دریاچه ارومیه، مشخصا در محدوده بین اصفهان و همدان تا حوزه دریای کاسپین و آذربایجان کنونی و کردستان ساکن بودند. در دوران باستان رفته رفته این قبایل ماد مقابل آشوری ها که در اون زمان امپراتوری قدرتمندی رو داشتن قدرت میگیرن و حکومت خودشون رو به شکل یک اتحادیه از قبایل ماد تشکیل میدن و بعد از اون هم با شکست دادن همسایگان خودشون حکومت خودشون رو توسعه میدن تا جایی که این حکومت به بلوچستان، افغانستان و ترکمنستان کنونی هم میرسه و مادها موفق میشن امپراتوری بومی قدرتمندی رو پس از حکومت‌های بابلی و سومری در فلات ایران شکل بدن. در واقع مادها بر اساس سنت حکومتی خودشون برای حفاظت از مرزهای امپراتوریشون قبایلی که در اتحاد با اونها بودن رو ساکن میکنن و در واقع مرزهای شرقی امپراتوری هم از این قاعده مستثنا نبودن و روی صحبت ما داخل این ویدیو هم مجموعه قبایلی هستند که به نمایندگی از اتحادیه و امپراتوری ماد توسط پادشاهان ماد در مرزهای شرقی ساکن میشن، چرا که این افراد مردمی از نژاد ماد به حساب میان که امروزه بخشی از نژاد کنونی بلوچستان رو تشکیل میدن. واقعا در اثر همین مهاجرت بوده که تشابهات زبانی بین بلوچ‌ها، گیلک‌ها و کردها شکل گرفته و امروزه اگه ما تفاوت‌هایی در این زبان‌ها و در آداب و رسومشون هم می‌بینیم، بیشتر به خاطر تأثیرپذیری این مردم از زبان‌ها و فرهنگ‌های همسایگانشونه که هر کدوم از این قبایل چنانچه در هزاران سال پیش یکی بودن اما مدت زمان زیادی از جداییشون میگذره و این جدایی قطعاً روشون تأثیرهایی هم داشته و باعث بروز تفاوت‌هایی شده. ما قبل از این ویدیو در یک ویدیوی دیگه به قبایل بومی چند هزار سال پیش بلوچستان پرداختیم و داخل این ویدیو در واقع قرار توضیح بدیم که چطور مادهای آریایی به این منطقه وارد میشن و ماندگار میشن. منابع اصلی ما رو هم در ضمن این ویدیو میتونید مشاهده بکنید و همینجا جا داره بگیم که همونقدر که برخی موارد در رابطه با مادها و ارتباطشون با بلوچستان فعلی تقریبا اثبات شده و قطعی هستش، مواردی هم هستن که هنوز شک و شبهه زیادی درشون وجود داره و ما در واقع نتیجه گیری در رابطه با این چنین مواردی رو به خود شما عزیزان واگذار میکنیم. البته که سعی میکنیم این موارد رو توضیحاتی در موردشون بدیم، اما خب نتیجه گیری قطعی و تصمیم گیری نهایی به عهده خود شماست. خلاصه از مواردی که میخوایم در موردش در این ویدیو صحبت بکنیم اینه که پس از شکلی حکومت ماد که این سلسله به سرعت موفق میشه کل ایران رو فتح بکنه، چطور میشه که تقریبا در سال 853 پیش از میلاد توران، مکران و زابلستان به تصرف حکومت ماد در میاد و برای کنترل و اداره مرزهای شرقی خود اتحادیه ماد برخی از قبایل متحد با خودش رو در این سرزمین ها ساکن میکنه تا این قبایل با اداره توران و مکران و زابلستان از مرزهای شرقی امپراتوری ماد حفاظت و پاسبانی کنند. خندگالنامه در این باره میگه که زمانی که قبایل ماد تحت امر شاه ماد بلوچستان رو میگیرن، گروهی که براهوی ها بودن به فرماندهی میرکیکان در توران یا کلات امروزی ساکن میشن که در واقع بلوچستان شرقی به حساب میاد و حکومت این منطقه رو به دست میگیرن و گروهی هم که ادرگانی ها و معاملی ها بودن به فرماندهی میر ایله در مکران یا بلوچستان غربی ساکن میشن و حکومت این منطقه رو به دست میگیرن. گروهی هم که از طوایف زنگنه بودن به فرماندهی میرسوید حکومت زابلستان یا سیستان امروزی به اونها واگذار میشه. اما در رابطه با خود امپراتوری مادها هم یک سری شبهات وجود داره، چرا که ما در دوران باستان سلسله های زیادی رو داشتیم، پیشدادی ها، کیانی ها، مادها و برخی از افراد معتقدند که مادها همون کیانی ها هستند که در واقع به دو اسم خونده شدن در تاریخ.
یعنی دو اسم برای اونها در تاریخ به کار برده شده، اما در واقع هر دوی این اسامی به یک حکومت و یک امپراتوری اشاره میکنند. تا جایی که در روایت‌های غربی و آشوری این حکومت به عنوان ماد معرفی میشده، اما در اساطیر روایی ایرانی به عنوان کیانی‌ها و کیانی‌ها از اونها نام برده میشده. اونطور که جوزجانی در کتاب طبقات ناصری این سلسله رو کیانی‌ها میدونه و کیقوباد رو اولین شاه این سلسله معرفی میکنه. همینطور آخوند محمد صالح زنگنه در کتاب کردگالنامه می‌نویسه که کیانی‌ها در واقع همون مادها هستند. و کتاب تاریخ سیستان هم که یکی از قدیمی‌ترین کتاب‌ها در مورد تاریخ این منطقه هست، به موضوع کیخسرو و ساختن یک قلعه در سیستان اشاره میکنه که خودش مهر تایید بر حضور کیخسرو در منطقه سیستان و زابلستانه، که در واقع میتونیم از این طریق ما مادها رو همون کیانی‌ها به حساب بیاریم. ضمن اینکه یک چاه آب بسیار قدیمی هم در شهر تربت بلوچستان امروزی پیدا شده که به نام خسروی کهن توسط مردم بومی نامگذاری میشه و ساخت اون رو به کیخسرو نسبت میدن. و فردوسی هم در شاهنامه به حمله کیخسرو و حضورش در مکران اشاره میکنه، کما که ما قبلا هم صرفا با استناد به شاهنامه این سفر و این گذر از بلوچستان و مکران رو به طور کامل توضیح دادیم در یک ویدیو دیگه و کتاب تاریخ سیستان همین موضوع رو ذکر کرده. تصرف توران و مکران. در واقع اگه بخوایم خلاصه در مورد توران صحبت بکنیم، باید بگیم که توران در واقع در قسمت شمالی ایران واقع بوده و در زمان مادها مسکن قوم سکاها می شده. اما در واقع منظور ما در این ویدیو از توران بیشتر همون کلات امروزی و بلوچستان شرقیه، چرا که در دوره‌های با نام توران هم از این منطقه یاد می شده. دلیل این نامگذاری هم مهاجرت سکاها به این شهر بوده که باعث شدن در طی یک مدت زمان بخصوصی نام توران بر این منطقه گذاشته بشه. اما آخوند محمد صالح تصرف توران و مکران رو به کیقوباد یا دیاوکو که اولین پادشاه سلسله ماد هستش نسبت میده. اما از آثار تاریخی اینطور برمیاد که گسترش امپراتوری ماد در دوره کیقوباد یا دیاوکو نبوده، بلکه این گسترش در دوره سومین پادشاه ماد یعنی کیخسرو به وقوع پیوسته. باید بگیم که محققان در خصوص گسترش حکومت مادها به سمت شرق خیلی چیز خاصی رو با قطعیت بیان نمی‌کنن و بیشتر بر اساس تخمین صحبت می‌کنن، اون هم به دلیل کمبود منابع و مدارکی که در این زمینه وجود داره و بیشتر هم منظورشون از دوره گسترش امپراتوری ماد گسترش امپراتوری به سمت غربه که با تخمینی نزدیک به واقعیت گسترش به سمت شرق رو هم در همین زمان در نظر میگیرن که این موضوع میتونه اشتباه باشه و شاید نظر آخوند محمد صالح مؤلف کتاب کردگالنامه هم درست باشه و کسی که اولین بار به سمت بلوچستان و مکران لشکرکشی میکنه کیقوباد یا دیاوکو باشه، نه کیخسرو. در رابطه با توران شاید شما بگید که مادها رو چه به توران و اینکه شاید عنوان کنید که ایرانی‌ها و تورانی‌ها همیشه با هم دشمنی داشتن، ولی باید بگیم که روایت زیادی از خویشاوندی تورانی‌ها با اهالی ایران وجود داره. پس صرفاً نمیشه توران رو به واسطه دشمنی و کارهایی که انجام داده در یک برهه زمانی به طور کامل قضاوت کنیم. مثلا ما میدونیم که داریوش با سکاها که در واقع ساکنین توران بودن دشمنی‌های زیادی داشته، اما بعدها همین سکاها وارد زابلستان میشن و با مردم اونجا آنچنان تلفیق میشن که حتی نام زابلستان به سکستان و سپس سیستان تغییر میکنه به خاطر حضور همین مردم. تا اینجا در رابطه با خیلی از موارد صحبت کردیم، اما دیگه وقتش رسیده که به اصل ویدیو بپردازیم که اون هم اثبات ورود بلوچ‌های ماد به توران و کلات یا بلوچستان فعلی. این رابطه چندین نظریه وجود داره که بعضی تاریخ دقیق این ورود رو 853 قبل از میلاد و برخی دیگه هم حدود 585 تا 635 قبل میلادی میدونن که این اختلاف هم بیشتر به دلیل عدم اطمینان در تاریخ شکل‌گیری حکومت مادهاست، چرا که ما گفتیم اصلا در رابطه با خود امپراتوری مادها و اینکه آیا مادها و کیانی‌ها جدا بودن یکی بودن خیلی اختلافات زیادی وجود داره، برای همین در این رابطه هنوز هم نمیشه با قطعیت صحبت کرد. اما چیزی که میشه با قطعیت ازش صحبت کرد ورود این اقوام مادی به بلوچستانه که در هر صورت شاید زمانش مشخص نباشه به صورت دقیق، اما
اینکه بالاخره یک زمانی به این منطقه وارد شدن تقریبا اثبات شده است. اکثریت مورخان اما تاریخ دقیق شکل‌گیری حکومت مادها رو محدود زمانی بین 678 تا 728 قبل از میلاد میدونن که به این واسطه حکومت کیخسرو سومین پادشاه این سلسله رو به حدود سال 600 قبل میلادی نسبت میدن و اولین حضور مادها رو هم در این تاریخ میدونن. اما کردگال نامه همونطور که قبلا هم گفتیم اولین حضور مادها در منطقه رو در سال 853 میلادی به حساب میاره و میگه که از اونجایی که بعد از مرگ گرشاس پادشاه پیشدادی آشوری‌ها که منابع فلز دامنه‌های زاگرس نیاز داشتن حملات خودشون رو به قبایل ماد و پارس شدید میکنن تا جایی که طبق منابع آشوری در زمان 834 قبل از میلاد و در دوره شلمنسر سوم این حملات به منابع ماد و پارس شروع میشن و در واقع این میتونه آغاز مهاجرت گروهی از قبایل ماد به توران و یا بخش‌هایی از مکران باشه که در واقع بتونن از دست آشوری‌ها در امان باشن. در واقع نظر ما اینه که هم چیزی که آخوند محمد صالح گفته میتونه درست باشه و هم چیزی که بقیه مورخین گفتن. چرا که آخوند محمد صالح ذکر کرده که اولین حضور مادها در منطقه زمانی که حملات آشوری‌ها به مادها زیاد میشه و این حملات باعث میشه که بخش از اقوام ماد به این سمت بیان که امنیت بیشتری داشت. بعدها هم با قدرت گرفتن مادها بر آشوری‌ها و شکست دادن اونها مادها دوباره هم به این منطقه میان و شاید بتونیم بگیم که اصل مهاجرت و حضورشون در واقع برمیگرده به بعد از شکست دادن آشوری‌ها. نتیجتاً هم باید بگیم که در طول دوره 1 قرن و نیم تا 2 قرن مادها مورد حمله آشوری‌ها و هم سکاها بودن. اما با از میان برداشتن اونها یعنی ابتدا سکاها و سپس آشوری‌ها و با اتحادی که با بابل ایجاد میکنن موفق میشن که سکاها و آشوری‌ها رو شکست بدن. اما در مورد تشکیلات حکومت مادها آخوند محمد صالح زنگنه میگه که مادها 2 دسته ماد بزرگ و ماد کوچک بودن که ماد کوچک 7 پسر داشته: پارتاکن، استروشاد، آریزاند، بوز، ماز، بود و دیلما که این افراد در نهایت 7 تیره رو تشکیل میدادن. بعد از اینکه آخرین پادشاه پیشدادی از دنیا میره و فرمانروایان آشور به سمت ماد و فارس یورش میبرن در همین اوضاعی که کیقوباد یا دیاوکو که یکی از سرکرده های اقوام مادی به حساب می اومده توسط سایر ریش سفیدها و بزرگان به عنوان پادشاه انتخاب میشه تا یه جورایی بتونه از مادها در رابطه با دشمنان محافظت کنه. تا اینجا تا حدودی در رابطه با مهاجرت مادها به بلوچستان صحبت کردیم، اما مدارک مهاجرت مادها به بلوچستان رو میتونیم اینطور توصیف کنیم که هرودوت در واقع قبایل ماد رو به مانند آخوند محمد صالح چند قبیله میدونسته به نامهای بوسه، پارتاکن، استراچست، آریزاند، بودی و مک که در واقع پارتاکن ها همان پارت ها یا پارادان ها بودن که هرودوت نام اونها رو در دوره هخامنشیان در محدوده بلوچستان ذکر میکنه که به عنوان یک ساتراپ به هخامنشیان خراج میدادن و حتی در کتیبه داریوش هخامنشی هم حضور این اقوام در منطقه بلوچستان فعلی ذکر شده که هرودوت زمانی که اسم پارتاکن ها رو در دوره هخامنشیان ذکر میکنه حضور اونها رو در 2 منطقه نام میبره، یکی در منطقه مادها و یکی هم در محدوده مکران که همین مسئله مهاجرت بخشی از این قبایل رو در دوره مادها به اثبات میرسونه. دیانکوف هم در مورد قبیله پارتاکن ها میگه که این قبیله ظاهرا از دیگر مادها جدا زندگی میکرده و گاهی جزو اونها اصلا محسوب نمیشده. و نکته دیگری هم که در خصوص پارتاکنی ها مورد توجه قرار میگیره زمانیه که حکومت پارت ها یعنی اشکانیان شکل میگیره و پارتاکن های بلوچستان هم به واسطه همنژادی که با این افراد داشتن با اونها همراه میشن و با وجود انفصال حدود 300 ساله اونها از همدیگه در اثر تحولات تاریخی و سیاسی بار دیگه اونها در ایجاد سلسله اشکانی و توسعه اون با همدیگه همکاری میکنن. اما اگه بخوایم این مردم پارتاکن رو در دوره هخامنشیان بررسی بکنیم باید بگیم که در واقع در دوره‌های هخامنشی و سلوکی این مردم شورش‌هایی رو هم داشتن و به مقاومت‌های هم می‌پرداختن، چرا که تا قبل از اون قدرت در دستان خودشون بوده اما بعد از قدرتگیری هخامنشیان قدرت از دستان مادها خارج میشه و به دست پارس‌ها میفته. برای مثال در دوره داریوش هخامنشی
از اونجایی که داریوش در واقع از فرزندان کوروش به حساب نمی اومده و حکومت رو با اتهام زدن به بردیا به دست میگیره، خیلی از اقوام علیه داریوش به شورش میپردازن، از جمله ایلامی‌ها و پارتاکن‌ها که در واقع از اقوام ماد به حساب میومدن، که داریوش خودش هم در کتیبه‌های بیستون به این موضوع اشاره کرده و همینطور هم اعلام کرده که بعد از سرکوب این شورش‌ها و این نبردها، پارت‌ها بر اساس قراردادی به یکی از شرکای حکومت هخامنشی‌ها تبدیل میشن. اما دوره دیگه‌ای که پارت‌ها قیام میکنن در واقع برمیگرده به دوره سلوکیان که حکومت بیگانه در منطقه ایران به حساب می اومدن. در دوره آنتوخیوس اول پسر سلوکوس، یعنی در حدود سالهای 246 پیش از میلاد، پارت‌ها یک انقلاب تمام عیار علیه سلوکی ها رو رهبری میکنن و ارش که یک فرمانده جنگی مقتدر به حساب می اومده رهبری این قیام رو بر عهده میگیره و در نهایت هم موفق میشه منطقه پارت رو به طور کامل از دست یونانی ها خارج کنه و نهایتا هم پا رو فراتر بذاره و کل منطقه ماد و ایران رو به تصرف خودش در بیاره و اعلام سلطنت اشکانی ها رو بکنه. نهایتا این ویدیو به اتمام رسید و امیدواریم که ما تونسته باشیم تا جای امکان به صورت منطقی این موضوع رو به سمع و نظر شما عزیزان رسونده باشیم و چنانچه کسی شک و شبهه‌ای در این رابطه داشته، با مشاهده این فیلم ما تونسته باشیم که اونها رو برطرف بکنیم. ما داخل این ویدیو صرفاً به نحوه ورود مادها به منطقه بلوچستان فعلی پرداختیم، اما قطعاً در ادامه حضور و نتایج حضور این مردم رو داخل منطقه بلوچستان برای شما عزیزان به طور مفصل‌تر و مفیدتر توضیح میدیم.